درود فراوان، به کانال خودتون خوش اومدید دوستان. من مهدی هستم و هر روز ساعت 16 ویدیوی کد مرس و کامبو کارت همستر رو برای شما دوستان عزیز میذارم. امیدوارم شما هم با لایک و کامنت و سابسکرایب خودتون از من حمایت کنین و بهم انگیزه بدین. خب بریم سراغ کامبو کارت امروز شنبه 24 خرداد و فردا یک شنبه 25 خرداد. قسمت دیلی کامبو رو باز میکنیم. دو تا کارت اول تو بخش دیولپمنت. برای کارت اول یه مقدار میاریم پایینتر. کارت اول میشه کوکیز، انتخابش میکنیم اد تو کامبو کلوز. کارت بعدی یه کارت پایینتر از همون کارت میشه دیجیتال اورنج، اینم انتخابش میکنیم اد تو کامبو و کلوز. کارت سوم تو بخش مارکتینگ، که میایم پایینتر میشه این کارت your own store، اینم انتخابش میکنیم اد تو کامبو و کلوز. سه تا جایزش هم بریم بگیریم. خب دوستان، اینم از آموزش کامبو کارت امروز همستر و بازم لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. در ضمن کد مرس امروز همستر رو هم تا دقایق دیگه براتون میذارم، میتونین از اینجا ببینیش. انشالله هر جا که هستین تنتون سالم و ساز زندگیتون خوب باشه.